اینا چگونه دسیسه ساختن؟ شروع کردن به میدان آمدن و برای اونکه بهانه داشته باشن گفتن که حکومتی وقت، یعنی همون حکومتی عمل کننده، برای ارمنی هایی که مهاجر شدن، ببینید ارمنی هایی که مهاجر شدن آمدن و به کمک ما نیاز دارن، اینا گفتن که حکومت برای مردم خانه داده است، برای ما نه. خود این که عمل علیه خلاف اسلام است. و شروع میکنن دسیسه بازی را، مردم را به میدان میکشن. وقتی هیچ عیبی نمیآورند، وقتی هیچ حالتی نمیشود که اثبات کنند دروغشان را، وقتی حکومت میگن ما خانه ندادیم، یک نفر را به قتل میرسونن خودشون در کجایی، بعد به ماشین میارن به میدان میپرتن، میگن اینا حکومت به قتل رسون و اونجا تحقیر حکومت دیگر شروع میشود. از همونجا شروع میشود آتش جنگ، دسیسه بازی دیگر سمت خودش رو دیگر میکند و به یک آتش تبدیل می‌یابد که الکی جنگ شهروندی را فروزانتر میکرد. یعنی جنگ شهروندی را دسیسه های نهضتی اون وقت فروزان کرد.